بررسی فوری خبرها و بحث‌های روز، بحث و تحلیل حساس‌ترین موضوعها با اشتراک کارشناسان داخلی و بین المللی، نگاه عمیق با عدد و رقم و آمار و حقیقت‌گویی زیر دوربین، نقد و نظر با منتقدان و تحلیل و بررسی با مسئولان، روبرو با خبرسازان و چهره‌های تصمیم گیرنده. خبرنگاران ما با جسارتند و دیدی نواربرداران ما وسیع. ما حقیقت را با دلیل و آشکار بیان میکنیم، زیرا آزادی بیان با دلیل توأم است. جهان در جهان نما، روزهای شنبه با حافظ محمد علی. سلام و وقت بخیر. برنامه نوبتی جهان در جهان نماست منظور شما. همکاری‌های فرهنگی تاجیکستان و ایران از عمق تاریخ سرچشمه می‌گیرند و این دو کشور همزبان و همفرهنگ دارای میراثی بای و غنی هستند و روابط تاجیکستان و ایران در سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان در اولویت قرار دارد. طی سال‌های اخیر در همه سمت و ساحه‌ها مناسبت‌ها با جمهوری اسلامی ایران از جمله در سمت سیاحی رشد و رونق پیدا نمودند. موضوع مذکور را با دیرکتور شرکت سیاحی پری پروازی هما، همزمان راهبر انجمن شرکت‌های گردشگری خراسان شمالی جمهوری اسلامی ایران حسن سعدیدی مطرح خواهیم کرد. قبلا حضور شما را به سرزمین بهشت‌آسای تاجیکستان، به وطن دویمتان تاجیکستان خیر مقدم می‌گوییم و سپاس از آن که در برنامه ما حضور دارید و وقت خود را دریغ نداشته تا امکان پیدا نموده که با ما یک صحبت خاص و آشکارا انجام داده باشیم. باعث افتخار هست که در خدمت شما باشم در سرزمین زیبای تاجیکستان و شهر زیبا و بی‌نظیر دوشنبه. درود بر شما. طوری می‌بینیم طی سال‌های اخیر قریب که هر ماه باری به تاجیکستان سفر می‌کنید و هدف از این دید و بازدیدهای شما در چی است؟ چی تفاوتی می‌بینید از دفعه قبل؟ هر ماه که به تاجیکستان میایم زیبایی‌های فرهنگی، زیبایی‌های اجتماعی و فرهنگ خوب تاجیکستان رو با جان خودم حس میکنم و خوشحال و خرسندم که به تاجیکستان میام و بارها خواهم آمد و از ایران هم ما تورهای گردشگری رو روز به روز بیشتر میکنیم به مقصد تاجیکستان. هنگام سخنرانیتان در فورم بین‌المللی سیاحی دوشنبه ابراز داشتید که دوشنبه یعنی که گهواره تمدن ارزشمند در قلب آسیا مرکزی است و میخواستم در این باره بیشتر میگفتید. شهر دوشنبه بسیار زیبا با فرهنگ زیبا و بی‌نظیر مردم تاجیکستان این رو در ذهن من تداعی کرد که نگین درخشان آسیای میانه و آسیای مرکزی در دنیاست و نشانه فرهنگ و قدرت و صلح و دوستی و همبستگی و وحدت همه ملت هاست. به نظر من شهر دوشنبه شهری به واقع زیبا با فرهنگ و امنیت اجتماعی بسیار بالا و خوشایند تمام توریست های دنیا علل خصوص گردشگران ایرانی خواهد بود. طی سال‌های اخیر دوشنبه واقعا هم به مکانی برگزاری چهاربینی‌های سطح بلند بین‌المللی تبدیل یافته است که این هم از زحمت‌های خسته‌ناپذیر و تلاش‌های خسته‌ناپذیر شبانه روزی که محترم رستم امامعلی است و نتیجه همین است که طی چند سال اخیر دوشنبه مقامی امن‌ترین شهرها را در جهان کسب می‌کند. شما که در دوشنبه چند بار است که می‌آیید، رفت آمد دارید، بود و باش دارید، در این باره کمی معلومات مفصل منظوری ما می‌کنید. در رابطه با زحماتی که جناب محترم رستم امامعلی در رابطه با پیشرفت این شهر زیبا کشیده بر همگان روشنه و همگان فکر میکنم که در این رابطه قدردان زحمات ایشان و تیم تخصصی ایشان هستند. امنیت اجتماعی، امنیت روانی، امنیت فرهنگی که در تاجیکستان و در شهر دوشنبه به واقع حس میشه بسیار در سطح بلندی هستش. من به تمام گردشگران، توریست ها و کسانی که علاقمندن سفر کنند به
تاجیکستان و شهر دوشنبه این رو متذکر میشیم که شما در بهترین موقعیت‌هایی برای گردشگری، برای دید و بازدید جاذبه‌های گردشگری اینها و اماکن توریستی با امنیتی بالا، فوق‌العاده بالا در شهر زیبای دوشنبه میتونید قدم بذارید. ما در تاجیکستان چیزی داریم به نام توریست پلیس که میگه دوست توریست. در واقع میشه گفت یکی از کارهای زیبایی که انجام شده در رابطه با رشد فرهنگ گردشگری و توسعه صنعت گردشگری در تاجیکستان میتونه همین توریست پلیس باشه و میهمان نوازی بسیار بالایی که مردمان تاجیکستان دارن در شهر دوشنبه و شهرهای دیگر تاجیکستان. ما به واقع خودمون رو اینجا هموطن شما حس میکنیم و بیشتر و بیشتر خواهیم آمد و همینطور در قبال این میزبان شما عزیزان هستیم در ایران و امیدواریم که روابط ایران و تاجیکستان در صنعت گردشگری بیش از پیش باشه و تقویت بشه و گردشگران زیادی بین دو کشور رفت آمد کنند. با اندیشه شما لغو روابط میان تاجیکستان و ایران تا کجا توانست در رشد مناسبت‌های سیاحی و در زیاد شدن شماره گردشگران دو کشور مساعدت نماید؟ باید تبریک بگم به مردمان هر دو کشور با لغو روابطی که در تابستان صورت گرفت بین شهرهای دوشنبه و تهران از ایران. 10 برابر رشد صنعت گردشگری و تبادل گردشگر و افزایش مسافران بین دو کشور بیشتر شد و امیدواریم به زودی بین تمام مرزهای زمینی و هوایی هر دو کشور لغو روابط صورت بگیره و با ایجاد پروازهای مستقیم بیشتر بین شهرهای مختلف ایران و تاجیکستان تعداد گردشگران هر دو کشور افزایش پیدا کنه و بتونیم از خدمات همدیگه و از پتانسیل های گردشگری که در هر دو کشور میبینیم استفاده کنیم. من معتقدم دوشنبه و تاجیکستان میتونه سفرهایی در 4 فصل سال برای گردشگران و توریست های تمام دنیا و به ویژه ایرانیان عزیز داشته باشه. تاجیکستان نه تنها در 6 ماه اول سال در بهار و تابستان و پاییز بلکه در زمستان هم زیباست. در زمستان هم از خدمات گردشگری و توسعه گردشگری که اینجا اتفاق افتاده میتونیم استفاده کنیم برای جذب گردشگران بیشتر برای کشور زیبای تاجیکستان. شما از سفر قریب الوقوع رئیس جمهوری اسلامی ایران محترم مسعود پزشکیان چه انتظارات دارید؟ ما امیدواریم در کنار این سفر هیئت‌هایی که به همراه ایشون به تاجیکستان میان در رشد صنعت گردشگری هر دو کشور دست داشته باشند. توافقنامه هایی که برقرار خواهد شد و تفاهمنامه هایی که به امضا خواهد رسید باعث رشد صنعت گردشگری هر دو کشور و توسعه زیرساخت‌های صنعت گردشگری هر دو کشور بشه. ما هم به نوبه خودمون در این راستا گام برمی‌داریم و کمک می‌کنیم و امیدواریم که باعث رشد و تقویت روابط فرهنگی، اجتماعی، گردشگری هر دو کشور باشه برای پتانسیل‌های بالقوه‌ای که هر دو کشور دارند در جهت رشد صنعت گردشگری. امروز شرکت پرواز هما جهت سفربری گردشگران از ایران به تاجیکستان و از تاجیکستان به ایران چه کارها را انجام می‌دهد و شما در تاجیکستان با کدام از شرکت‌های سیاحی تاجیکستان از جمله با خود کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان چه همکاری‌ها را به راه موندید؟ ما به واقع در ایران بیشترین تبلیغات رو در تاجیکستان در شرکت خودمون و شرکت‌های همکار و تمامی شرکت‌هایی که باشون همکاری داریم صورت دادیم و در سال گذشته تبلیغات وسیعی برای جاذبه‌های گردشگری تاجیکستان در ایران انجام دادیم و همکنون هم با کمک شرکت سومون تراول در واقع با همکاری ایشون ما داریم گردشگران و توریست ها رو از ایران به تاجیکستان میاریم و همینطور با تفاهمنامه هایی که در سال گذشته در ایران عقد شد و به امضا رسید بین ما و شرکت های گردشگری تاجیکستان در جزیره کیش و همینطور در شیراز
به افزایش تعداد گردشگران ورودی به ایران از تاجیکستان منجر شد و ما تمام خدمات رو در بهترین سطح در سطح هتل‌های 5 ستاره و خدمات 5 ستاره با استانداردهای بین‌المللی در ایران به گردشگران و توریست‌های تاجیکستان ارائه می‌کنیم. کما اینکه بسیار خرسند اومده براشون و پسند اومده به گردشگران تاجیکستان سفر به ایران، تهران و مشهد و اصفهان و شیراز و علل خصوص جزیره زیبای کیش که در زمستان تاجیکستان هوای بهاری و تابستانی را در جزیره کیش تجربه کردند و بسیار مورد پسندشون واقع شده. نوروز که با جانبداری به واسطه خود تاجیکستان و ایران و کشورهای دیگری حوزه نوروز با سازمان ملل متحد پیشنهاد شد و همچون جشن بین المللی زیاده از 10 سال است که تجلیل می‌گردد. شما در جشن نوروز امساله چی تصمیمات دارید در سمت جذب سیاحان کشور ایران و تاجیکستان؟ از همکنون ما آماده هستیم برای جذب گردشگران در جشن نوروز. نوروز ریشه فرهنگی بین ما و تاجیکستان و همه ملت‌هایی هستش که نوروز رو جشن می‌گیرن. نوروز به معنای روز نو و آغاز بهار و آغاز سال نو شمسی رو ما به واسطه جشنی که از نیاکان ما، میراثی که از گذشتگان و نیاکان ما به ارث رسیده مانند شما جشن میگیریم در ایران و برای ایرانیان عزیز هم ما توصیه کردیم حتما امسال برای برگزاری جشن نوروز به کشور تاجیکستان بیایند و در کنار هم این دو ملت و ملت‌های دیگری که به تاجیکستان میآیند از تمام دنیا برای برگزاری جشن نوروز در کنار هم این روز خجسته رو جشن بگیریم. از الان آمادگی این رو داریم که تورهایی به مقصد تاجیکستان در ایام و روزهای نوروز داشته باشیم و تمامی خدماتی هم که ارائه میشه در سطح بین‌المللی با استانداردهای خوب بین‌الملل در دو کشور برای جذب گردشگران همگی آماده هستیم که یک نوروز خیلی خوب رو برگزار کنیم. عینک‌های 5D واقعیت مجازی ویار. بله. می‌خواستم درباره همین نوآوری خود بیشتر بگید. ما به واسطه شرکت سومون تراول عینک‌های واقعیت مجازی VR رو با کمک هوش مصنوعی جاذبه‌های گردشگری هر دو کشور رو در داخل عینک‌های VR آوردیم و کمک کردیم برای بهتر دیده شدن جاذبه‌های گردشگری هر دو کشور برای بازدید کنندگان و امسال ما قلعه حصار رو در واقع داخل عینک‌های VR و 5D آوردیم و در نمایشگاه گردشگری و سیاحی این رو به گردشگرانی که اومده بودن به نمایشگاه و بازدید کنندگان و مسئولان محترمی که حضور داشتن در واقع ارائه کردیم و بسیار مورد پسند ایشون قرار گرفت. در آینده نزدیک امیدواریم که جاذبه‌های گردشگری دیگر رو هم در عینک‌های VR بیاریم و با کمک هوش مصنوعی بتونیم بهترین تجربه رو برای کسانی که علاقمند هستن قبل از حضور در مقصد اون خودشون رو در اونجا احساس کنند و به واسطه هوش مصنوعی و عینک‌های VR خودشون رو در اون منطقه ببینن، راه برن، باهاشون تعامل کنن از نزدیک و بعد به اینجا بیاین. با کمک این تکنولوژی ما رشد صنعت گردشگری رو داریم و افزایش تعداد گردشگرانی که علاقمند خواهند شد به دیدن جاذبه‌های گردشگری تاجیکستان. جزیره کیش چی جذابیت‌ها دارد که میتواند بیشتر گردشگران رو شیفته کند که میل دیدن این جزیره رو دارند؟ با توجه به اینکه جزیره زیبای کیش در جنوب ایران واقع شده، در زمستان در 6 ماهه دوم سال شمسی و در پاییز و زمستان بهترین آب و هوا رو برای گردشگران ارائه میکنه. یک آب و هوای بسیار بهاری و دلچسب در میان بحر، در میان خلیج فارس، جزیره زیبای کیش با خدماتی که ما اونجا ارائه میکنیم در حد استانداردهای بالای بین المللی، در خدمات رستوران ها، در خدمات هتلداری ما، در باشگاه‌های ورزشی و تفریحی دریایی، در دایوینگ و غواصی، در قایق سواری، شناوری
و همینطور دیگر خدماتی که در جاذبه‌های گردشگری اونجا ما ارائه می‌کنیم در بهترین مال‌ها و بازارها با قیمت‌های در دسترس و ارزان، با بهترین کیفیت‌ها و برندهای روز دنیا. هم شما تفریح رو اونجا دارین، هم آرامش و سلامت رو حس می‌کنید و هم میتونید یک خرید خیلی مناسب و خوب با قیمت‌های در دسترس با بهترین کیفیت داشته باشید. و از همه مهمتر همزبانی ما برای تاجیکستان و اینکه جزیره زیبای کیش برای هیچ در واقع گردشگری در دنیا، چون منطقه آزاد هست، نیاز به ویزا نداره و تمام توریست‌های دنیا بدون اخذ روادید، بدون ویزا به جزیره کیش سفر میکنن و از جاذبه‌های گردشگری که ما اونجا ارائه میکنیم لذت میبرن و در بلندترین در واقع کیفیت در کل سال ما این خدمات رو ارائه میکنیم در جزیره زیبای کیش. از همینجا از همه دعوت میکنم که به جزیره زیبای کیش ایران سفر کنند. تاجیکستان که تازه گام‌های استوار می‌گذارد در راهی سیاحی، رشدی سیاحی و گردشگری، شما که در این بازار خیلی سال فعالیت دارید و تجربه بلند دارید و در تاجیکستان نیز با شرکت‌های سیاحی همکاری دارید، با کمیته رشد سیاحی همچون مقام وکالتدار همکاری دارید. و اندیشه شما چی باید کرد که تا تاجیکستان نیز توانسته باشد و مثل دیگر کشورهای در ساحه سیاحی پیشرفته با این قم مناظر، با این زیبایی‌ها، با این سطح خدمت رسانی، با این مهمانخانه‌های سطحی بلند شماره گردشگران خود را زیاد کند؟ تاجیکستان با توجه به رشدی که در سالهای اخیر داشتن در صنعت گردشگری، میتونم بگم در همکنون در سطح بین‌المللی در استانداردهای خوبی قرار داره تاجیکستان و با این پتانسیل هایی که داره در صنعت گردشگری ما هم کمک میکنیم به ارتقاء سطح دانش صنعت گردشگری. اینجا پیشنهادات ما این هستش که برای آموزش پرسنل صنعت گردشگری بیشتر سرمایه گذاری بشه، برای دیده شدن در محیط تبلیغات، در محیط مجازی، در محیط هوش مصنوعی و وی آری که شما اشاره فرمودید، میتونه کمک کنه به رشد بیشتر صنعت گردشگری اینجا با توجه به پتانسیل هایی که داره، با توجه به خدمات خوبی که در سطح بین‌الملل داره، در سطح مهمانخانه ها و هتل های اینجا، رستوران های اینجا، طربخانه ها به مردم ارائه میشه. هم جای تبریک داره بابت این رشد، هم جای کار داره که بتونیم بیشتر در این رابطه گام برداریم و در واقع کمک کنیم به رشد صنعت گردشگری و افزایش شمار گردشگران و توریستای بین‌المللی به تاجیکستان، با توجه به اینکه تاجیکستان به واقع میتونه در 4 فصل میزبان گردشگران باشه، از شرق کشور تا غرب کشور، در شمال و جنوب و همینطور خود مرکز و پایتخت این کشور در شهر زیبای دوشنبه ما میتونیم میزبان همه توریست های مختلف دنیا باشیم که علاقمندی هایی به تاریخ و فرهنگ و هنر و مردم و اجتماع دارن، در اینجا میزبانی کنیم ازشون. چی باید کرد تا همین زیبایی ها به کدوم واسطه بیشتر ترغیب شود و در دل گردشگر جا شود که مایل دیدن تاجیکستان؟ به واسطه سفرهایی که بین مقامات دو کشور قرار میگیره و همینطور سفری که الان در رئیس جمهور محترم ایران به اینجا میاد، ما در کنار این برگزاری جشنواره‌های فرهنگی بین دو کشور و نمایشگاه‌های گردشگری که تاجیکستان داره شرکت میکنه، با نمایش و در واقع تفاهم‌نامه‌هایی که بین شرکت‌های گردشگری عقد میشه و امضا میشه، میتونه کمک کنه به رشد صنعت گردشگری که بیش از پیش باشه. و تو همین مسیر هم الان تاجیکستان گام برداشته و شرکت‌های گردشگری تاجیکستان تو همین مسیر دارن کار میکنن و عمل میکنن. میتونه با برگزاری جشنواره‌ها، توافقنامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های جدید، برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی در سطح بلندتر و شرکت تاجیکستان در سطح اول بین‌الملل در نمایشگاه‌های گردشگری میتونه به واقع به رشد صنعت گردشگریش کمک کنه، چرا که ما پتانسیل ها و جاذبه های گردشگری همونطور که فرمودید بهشت روی زمین تاجیکستان رو داریم و فکر میکنم ما هم تو همین زمینه داریم گام برمیداریم. سیاحان از جمهوری اسلامی ایران بیشتر به کدام نوع سیاحی تاجیکستان رغبت دارن؟ به واسطه همزمان بودن هر دو کشور یک در واقع زبان و فرهنگ و
تعامل با مردم تاجیکستان با توجه به این میهمان نوازی خوب و مردمان خوشقلب و مهربان تاجیکستان فکر میکنم و همینطور بحث ادبی و ادبیات مانند رودکی بزرگوار که پدر شعر فارسی نام گرفته، اینها مواردی هستند که در ابتدا گردشگران ایران رو جذب میکنه به این کشور و بعد از اینکه به شهر دوشنبه، به شهر زیبای دوشنبه قدم مینهند و با زیبایی هایی که در شهر دوشنبه با فرهنگ خوب مردم اینجا آشنا میشوند، این جاذبه ها دوچندان میشه و بیشتر شوق و اشتیاق دارن که به این کشور سفر کنن. همونطوری که الان ما از گردشگرانی که در سالهای گذشته به تاجیکستان از ایران سفر کردن میبینیم، میگن ما دلمون تنگ شده برای تاجیکستان و هر چه زودتر میخوایم دوباره بیاییم به اونجا و ما حس میکنیم که به اونجا تعلق خاطر داریم و میخوایم بارها و بارها به تاجیکستان سفر کنیم. تشکر میکنیم از شما بزرگواران در تاجیکستان زیبا و بی‌نظیر و تبریک میگیم برای این کشور خوب، برای این کشور امن و برای این کشوری که به دنبال صلح و دوستی است و باعث همبستگی بیشتر ملت‌ها شده است. از همینجا پیشاپیش جشن نوروز رو هم من تبریک میگم. همه ما منتظر هستیم که در جشن نوروز در کنار همدیگه در دو کشور نوروز رو جشن بگیریم و در کنار همدیگه باشیم. شما رو با اون گروه کلان گردشگران جمهوری اسلامی ایران در نوروز بین المللی انتظار هستیم. خوش آمدید بار دیگر. جهان سپاس بینندگان گرامی، برنامه جهان در جهان اما بود منظور شما. مهمانی برنامه بودن حسن سعدیدی، دیرکتوری شرکت سیاحی پری پرواز هما، همزمان راهبری شرکت‌های گردشگری خراسان شمالی جمهوری اسلامی ایران. شب و روزتان خوش.